سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. به نام خدا، محمد حنیف همتا صاحبزاده هستم، مدیر مکتب متوسطه غلام حیدر شهید در ولسوالی استالف. سلامت باشین. برگزاری همچک سمینارها را فال به فال نک میگیریم. انشالله به آگاهی همگی افزود همچک سمینارها میتونه که جامعه را روشن بسازه، چونی از طریق معارف به پیش رفت. نماینده های مکاتب در اینجا بود، آمرین مکاتب در اینجا تشریف داشت و ما میتونیم بسیار به خوبی این از طریق اینمی نماینده های معارف، آمرین مکاتب، معلمین بسیار به وجه احسنش در مکاتب انتقال بدیم و از طریق مکاتب به شوراهای اجتماع انتقال بدیم شه و این خیلی اقدام نیک است، خیلی گپ نیک است. ما را به فال نیک میگیریم. اگر همچک سمینارها حداقل ماه یک بار برگزار شود و این در محلات بیشتر، در محلات دیگر اگر برگزار شود، این صرف به اهل معارف بود. اگر به بار دیگه به ملک صاحبا، به امامای مساجد، به مردم عام هم وقتا فوقتا دایر شود، این خیلی مفید است از نظرم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير